تا حالا فکر کردی اهرام مصر رو چطوری ساختن؟ یا اون خطوط عظیمی که روی زمین پرو کشیده شده که فقط هم از آسمون دیده میشه توسط کیا کشیده شده؟ خب به نظرت این کار آدمای باستان بوده یا پای چیز فراتر از اون وسطه؟ توی این ویدیو با هم میخوایم بریم سراغ یکی از جنجالی ترین کتاب‌های قرن 20 که توسط اریک فون دانیکن نوشته شده به اسم کتاب عرابه خدایان. فون دانیکن توی این کتاب میگه که شاید ما از ابتدا توی این دنیا تنها نبودیم. پرسشی از ستارگان. بخش اول با یه سوال خیلی بزرگ شروع میشه در مورد اینکه آیا ما توی جهان تنها هستیم؟ دانیکن میگه وقتی که به نقاشی غارهای قدیمی نگاه میکنی آدمایی رو میبینیم با کلاهخود و لباسهای عجیب که شبیه فضانوردای الان هستن، یا توی افسانه های بومیان آمریکا، توی افسانه های قدیمیشون میگن که خب خدایان از آسمون به زمین اومدن. خب به نظر شما این همه شباهت ممکنه؟ توی بخش دوم نویسنده میگه خیلی از افسانه ها و متون مقدس در واقع خاطرات ملاقات انسان های باستان با موجودات فضایی بوده. یعنی چی؟ یعنی چون زبان علمی نداشتن اسمشو گذاشتن معجزه یا خدا. برای مثال توی کتاب مقدس هندی ماهاباراتا بارها از وسایل پرنده‌ای صحبت شده که توی آسمون پرواز میکردن و حتی با هم میجنگیدن. خب به نظر شما این شبیه سفینه فضایی یا هواپیما نیست؟ فون دانیکن توی بخش سوم میگه که چیزی که گذشته ما معجزه میدونسته ممکنه در واقع تکنولوژی بوده باشه. مثلا نقش‌هایی که توی معبد دندره مصر کشیده شده شبیه لامپ برقه، یا توی بعضی از متن‌ها نوشته شده که ستون‌هایی از آتش آسمون رو روشن می‌کردن. خب این میتونه پرتاب سفینه‌ها یا سلاح‌های پیشرفته جدید باشه، نه یه معجزه. خب حالا میرسیم به اهرام مصر، بزرگترین راز تاریخ. فون دانیکن توی این قسمت از کتاب میگه که چطور انسان‌های 5000 سال پیش تونستن به وسیله طناب و چوب سنگایی رو جابجا کنن که وزن بعضیاشون به چندین تن میرسیده و بسیار بزرگ بودن. یا اینکه چرا موقعیت اهرام مصر با ستاره‌های کمربند جبار یکی در میاد، و یا جالبتر این که هرم بزرگ جیزه دقیقاً وسط خشکی‌های کره زمین قرار گرفته. خب این همه دقت کار یک قوم ابتدایی بوده یا رد پای یه دانش آسمونی در میونه؟ توی فصل 5 نویسنده سراغ خطوط نازاکا توی پرو میره و میگه هزاران سال پیش توی زمین خشک پرو اشکال عجیبی کشیده شده که فقط از آسمون قابل مشاهده هستن و از روی سطح زمین تقریبا هیچ چیزی مشخص نیست. اشکالی مثل میمون، عنکبوت، پرنده و خیلی شکل‌های دیگه. خب دانیکن میگه مگه انسان‌های اون زمان وسیله پرنده داشتن، یا اینکه این خطوط در واقع نشونه‌ای برای موجوداتی بوده که از آسمون می اومدن؟ حتی بعضی جاها میگن که اینجا یه جور فرودگاه فضایی برای موجودات فضایی بوده. توی فصل 6 بحث خیلی جنجالی میشه و دانیکن میگه که بعضی از پیامبران ممکنه در واقع با موجودات فضایی ملاقات کرده باشن. مثلا توی کتاب حزقیال توی عهد عتیق میگه که عرابه‌های آتشین با چرخ‌های عجیب از آسمون فرود میان و حزقیال فکر میکنه که این تجلی خداست، اما در واقع دانیکن میگه این میتونه سفینه موجودات فضایی باشه. توی فصل 7 دانیکن میگه که ما بعضی چیزا رو داریم که تاریخ‌دانا هیچ توضیحی براش ندارن، مثل باتری بغداد که یک کوزه بوده که داخلش یه فلز گذاشتن که برق تولید میکرده، یا سنگ‌های باستانی پرو که روش نقاشی‌های عمل جراحی قلب یا جراحی مغز کشیده شده بوده. خب مگه اون زمان یه همچین علمی داشتن یا یه همچین چیزایی رو میدونستن؟ یا توی بعضی از نقاشی‌ها انسان‌هایی با کلاه‌ها و لباس‌های عجیبی کشیده شده که شبیه فضانوردای الان هستن. در آخر نویسنده میگه که وقتی تمام این تکه‌ها رو کنار هم میذاریم یه تصویر بزرگ شکل میگیره و اون اینه که
در گذشته موجوداتی از آسمون به زمین اومدن و به ما دانش دادن و حتی سیر تکاملی ما رو تغییر دادن. و اینجا یه سوال بزرگ به وجود میاد که وقتی که توی گذشته اونا به زمین اومدن، الان هم ما رو زیر نظر دارن یا ممکنه یه روز دوباره به زمین برگردن؟ نظر شما چیه؟ خب میریم سراغ جمع‌بندی کتاب. در واقع کتاب عرابه خدایان برای بعضیا یه نظریه تخیلیه، اما برای بعضیا یه حقیقت پنهانه. خب شاید ما هیچ وقت جواب قطعی نگیریم، اما همین سوال پرسیدنه که دنیای ما رو جذاب میکنه. نظر تو چیه؟ این شواهد بر اساس وجود موجودات فضایی هستن یا فقط تخیلات انسان‌های باستانه؟ یادتون نره که نظرتون رو توی کامنت ها برای من بنویسین و کانال رو سابسکرایب کنین.